سلام عرض میکنم خدمت همکاران و دوستان عزیز. یه خودرو FMC M4 سوبا مراجعه کرده با ایراد روشن نشدن و دنده نمیگیره ماشین. ایراد زیادی داره ماشین، کلا هیچیش کار نمیکنه الان، نه ABS، نه پارک، نه تومور دستیش، هیچ اوتو هولد، راداراش هیچ کدوم کار نمیکنه. بعد از آب خوردگی خیلی ساده تو قسمت بار ماشین اتفاق افتاده. داریم اربیابی میکنیم. خب عیبایی داره، بیشتر مربوط به شبکه ماشینه و واقعا کیفیت نداره ماشین. بعد از کار کردن روی ماشین ها میفهمی واقعا اصلا کیفیت نداره. بعد از اینکه روی یک مثلا تویوتا کار میکنه آدم یا کیا کار میکنه، اصلا مشخص کیفیت نداره ماشین. الان راهنمای سمت راستش یکسره شده، خطای رادار جانبی میده، پارک نداره، ABS روشنه، همه چی مشکل داره. یه آبخوردی ساده که اگر شاید توی ماشین دیگه بود این اتفاقات نمیفته برای اونا، طبق تجربه‌ای که داریم. در خدمت شما هستم. اگه سوالی بود، راهنمایی تونستین منو بکنین، متشکرم، ممنون، خداحافظ.